زندگی پیدا کردن خودتان نیست، زندگی خلق خودتان است. جورج برنارد شاو. سرپرست گویندگان ارسلان جولایی. ناظر کیفی دوبلاژ مهرداد رئیسی. مترجم مهرنوش رئیسی. در جستجوی جوابی زن تونست با داستان زندگیش سرنوشت میلیون ها نفر رو تغییر بده. برای توضیح شرایط بدی که دوچارش بودم و از اونا رها شدم کلمات کافی نیستن. من 3 بچه دارم که چراغ زندگی من. اونا دلیل زندگیم، دلیل شجاعتم و هدفم برای طلاق بودن. هالی واکر در یک موقعیت مصیبت بار گرفتار شده بود. اون گلومو گرفته بود. منو جلوی چشمای دختر کوچیکم روی کاپوت ماشین پرت کرد و شروع کرد به کوبیدن سرم روی کاپوت ماشین و انقدر گلومو فشار داد که به سختی میتونستم نفس بکشم. این رفتارها توسط شخصی صورت گرفت که قرار بود همدم و شریک زندگیش باشه و اون انقدر تقلا کرد که بالاخره تونست در یک مبارزه حقوقی سرپرستی 3 فرزند خردسالشو به عهده بگیره. توی این مرحله از زندگیم روزای بسیار سخت و طاقت فرسایی رو سپری میکردم. بارها از خودم میپرسیدم واقعا باید چی کار کنم و بالاخره تصمیم گرفتم که خودم زندگیمو بسازم. اون به این فکر افتاد که دنبال یه استاد مهارت‌های زندگی بگرده و سرانجام بانویی رو در ساحل غربی ایالات متحده به نام خانم کیمبرلی تروید پیدا کرد. کیمبرلی به اون گفت که اون اساساً میتونه زندگی آرمانی خودش رو خلق کنه و زندگی حالی شروع به تغییر کرد. من به نقطه‌ای در زندگیم رسیدم که فهمیدم مشکلم اینه که به آدمای دیگه اجازه دادم شادی منو تعیین کنن و متوجه شدم هدفم توی زندگی کمک کردن به انسان‌های شبیه به خودمه. هالی و من دوستان خوبی شدیم و امروز اون در صنعت توسعه مهارت‌های انسانی و تخصصی یه راهبره. این فیلم یعنی فراسوی راز بیان رویاهای هالیه و راهی است برای کمک به شما و میلیون‌ها انسانی که اونو تماشا می‌کنن. فراسوی راز. میدونید داستانی که با شما در مورد هالی واکر تعریف کردم یه داستان واقعیه. در واقع من عمدن داستان رو ضعیف‌تر و با غلظت کمتری بیان کردم. اگه در خصوص تحولی که در این خانم رخ داد حقیقت رو بدونید و اینکه چگونه از قله به هیچ کجا رسید و دوباره سربلند کرد، هرگز در مورد اینکه شما هم میتونید برنده شید تردید نمی‌کردید. و این هدف این فیلمه. توصیه ما اینه که از توجه به ظواهر بگذرید و روی این نکته تأمل کنید که واقعا شما کی و چی هستید. آیا میدونید حدود 24 میلیون کیلووات ساعت بر کیلوگرم انرژی پتانسیل در الکترون‌های اتم‌های بدن شما جای داده شده؟ یه قدرت طبیعی و فوق‌العاده. انرژی پتانسیل درون ما میتونه روشنایی شهر کوچیکو به مدت 1 هفته تأمین کنه. شما واقعا چی می‌خواید؟ به سخنان افرادی که در این فیلم صحبت میکنن خوب گوش کنید. سعی کنید بفهمید اونا میخوان به شما چی بگن، چرا که اونا توجه شما رو به سمت چیزی میکشونن که هالی واکر میخواد شما بشنوید. اما فقط به گوش دادن اکتفا نکنید. اونو درک کنید. چندین بار اونو گوش کنید و بعد اونو به کار ببرید. زندگی یه سفر خارق‌العاده است، اما فقط به شرطی که شما اونو خارق‌العاده بسازید. و ما توانایی بالقوه چنین کاری رو داریم. سلام، من هالی واکرم. ورود شما رو به فراسوی راز خوش آمد میگم. یه ایده واقعا خوب در بخش خاصی از زندگی شما براتون چقدر میارزه؟ چطور میتونم پول بیشتری به دست بیارم؟ الان وقت مناسبی برای خطر کردنه؟ تغییر زندگی برای من خیلی دیر نشده؟ یعنی رویاهای من به واقعیت میپیونده؟ هر ساختمانی در هر شهری از جهان را در نظر بگیرید از ذهن و فکر بشر مشتق شده است. دانشمندان پیشتاز و نخبه در نظریه اصول میدان مکانیک کوانتوم همگی چیزی را تایید می کنند که استادان معنوی از قرنها پیش به ما می گویند. این نظریه فکر کن و به آرزویت برس نیست، بلکه یک روش کاربردی عملی برای موفقیت در زندگی است و کلیدی که این قفل را باز می کند قصد و اراده انسان است.
آنچه دنبالش هستم بیرون وجود من نیست، بلکه درون وجود من است. هلن کلر. قانون جذب دیگه یه راز نیست، بلکه به طور کامل روی اون بحث شده، شکافته شده و توسط کسایی که میدونستن چطور به نفع خودشون به کار بگیرن مورد استفاده قرار گرفته. گیج و ناامید و شاید نیازمند یافتن جواب برای سوالات بیشماری باشی. از طریق وبسایتم هزاران ایمیل دریافت میکنم. فکر میکنم هر کاری لازم بود انجام دادم، اما به اندازه کافی جواب نگرفتم. چرا قانون جذب جواب نمیده؟ به رویام نه تنها فکر کردم، بلکه با اون زندگی کردم. حالا باید چیکار کنم؟ مأموریت من پیدا کردن جواب این سواله. آماده باشید تا با استادانی که روی من تاثیر معنوی گذاشتند روبرو بشید. در واقع با قانون جذب در عرض مدت 1.5 سال من تونستم با بعضی از بزرگترین اساتید حوزه موفقیت و بصیرت در جهان ملاقات داشته باشم و سوالاتمو از اونا بپرسم. مسائلی که اونها در این فیلم آموزش میدن فوق‌العاده ارزشمنده و شما میتونید از اون استفاده کنید. همین امروز شروع کنید برای اینکه زندگی خودتون رو عوض کنید. بارها و بارها شنیدم و احتمالاً شما هم شنیدید که قانون جذب کار نمیکنه. این مثل اینه که بگیم قانون جاذبه زمین کار نمیکنه. قانون جذب همیشه کار میکنه، عین قانون جاذبه زمین. به خاطر همین قانونه که میتونید روی صندلیتون بشینید و معلق نشید. اما اگه از این قانون اشتباه استفاده کنید و از یه ساختمون بپرید، خب آسیب میبینید. عین همین در مورد قانون جذب هم رخ میده. قانون جذب یه قانون ثانویه، قانون اصلی و اولیه قانون ارتعاشه. یه جنبش و ارتعاش درون وجود شماست که دیکته میکنه چه چیز رو به زندگی خودتون جذب کنید. وقتی خودتون رو در فضای ارتعاش داشتن ایده ها قرار بدید، هر چیزی در اون راستا باشه به طرف شما جذب میشه. انرژی های مشابه همدیگر رو جذب میکنن. اگه شما ارتعاش خوبی نداشته باشید، چیزایی که دوست ندارید رو جذب خواهید کرد. اما قانون جذب همیشه کار میکنه و نکته اصلی درک این قانونه و اینکه ذهن و بدن به صورت یک پارچه در هم ارتعاشی مناسب قرار بگیرن تا چیزایی که میخوایم به سمت ما جذب بشن. اگه فکر میکنید که از قانون جذب استفاده کردید و جواب دلخواهتون رو نگرفتید، پس این قانون درست نیست. شبیه وقتیه که دو شاخه لامپی و داخل پریز میزنید و لامپ روشن نمیشه. در اینجا شما مقابل پریز زانو میزنید و با التماس میگید تو رو خدا کار کن و لامپو برای من روشن کن، یا میگید ای پریز به من کمک کن تا به برق برسم. ما هرگز این کارو نمیکنیم، بلکه بلافاصله به این فکر میکنیم که حتما یک اشتباهی رخ داده. لامپو چک میکنیم و همینطور سیم رابط و دو شاخه و فیوز و تا قطعه خراب و عوض کنیم. نتیجه این که میدونیم باید کاری انجام بدیم تا همه چیز رو با الکتریسیته هماهنگ کنیم. و در مورد قانون جذب هم قضیه فرقی نمیکنه، کاملا شبیه هم هستن. به همین خاطر چیزی که راجع به اون فکر میکنیم چندین دفعه در زندگی ما خودش رو نشون میده. خیلی وقتا مردم فکر میکنن که فکر در واقع همون چیزیه که هر لحظه به ذهن ما خطور میکنه. باید به سرچشمه و منبع تولید فکر توجه کنیم. اینکه فکر و اندیشه ها از کجا میان. این بیشتر از هر چیزی مهمه. فکر اساره زندگی ماست. فقط به این علت که اونا رو نمیفهمیم دلیل نمیشه که اونا رو کنار بذاریم. شما میخواید به فراسوی اون برید و شروع به درک این کنید که ذهنتون چگونه کار میکنه. ارتباط بین ذهن و جسم رو بفهمید و بعد بفهمید که چرا این چیزایی که دارید رو به دست آوردید و اگه داشته‌هاتون رو دوست ندارید چگونه تغییرش بدید. احتمالاً خوندید یا شنیدید که افکار به اشیا تبدیل میشن. واقعاً چنین اتفاقی میفته. افکار نظام باورهای ما میشن، برای ما شخصیت فردی میسازن. افکار به اشیا تبدیل میشن به شرطی که با احساسات ما هم راستا باشن و با استعدادهای شما مطابقت داشته باشن. و همچنین با ندای وجدان درونی شما هم مسیر باشن، هماهنگ با هر چیز دیگری که شما در کائنات دارید. افکار به اشیا تبدیل میشن. اجازه بدید توضیح بدم. هر چیزی زمانی یه فکر بوده. هر چیز، چه درخت، چه آب و هر چیز دیگه‌ای توسط تجسم بشر شکل گرفته. هر چیزی که می‌نگرید خلقتی هوشیارانه در اون نهفته است. تفکر عالی‌ترین عملیه که ما قادر به انجامش هستیم و وقتی میاندیشیم داریم افکار مجزا رو کنار هم جمع میکنیم و ایده ها رو خلق میکنیم و با حفظ این ایده در ذهن و ترکیب اون با احساس و هیجان باعث میشیم ایده ها به عمل تبدیل بشن
و همچنین باعث جذب میشن و از طریق اقدام و جذب روی شرایط و محیط زندگی ما اثر میگذارن. فقط حرف زدن درباره آرزوها و رویاها کافی نیست و اینکه درباره رویاها فکر کنیم یا دعا کنیم و امیدوار باشیم که آرزوهامون برآورده بشن. واقعا نیازه که دست به عمل بزنیم. بر اساس تجربه شخصیم با یه قدم عملی هر چیزی تغییر میکنه. لازم نیست راجع به اون صحبت کنید و یا فکر کنید، بلکه باید در مورد اون کاری انجام بدید. منابع جدید مثل افتادن ناگهانی پرده مقابلتون ظاهر نمیشن که ناگهان کل تصویر براتون نمایان شه، بلکه شما با پروروندن دیدگاه‌های جدید سرنخ‌هایی رو میبینید که مثل جوانه سر میزنن که اگه به این جوانه ها توجه کنین رشد خواهند کرد و تبدیل به شکوفه و گل میشن. ایده ها به این شکل خودشون رو نشون میدن و به همین روش هم ما آرزوهای خودمون رو میسازیم. مهمترین چیز اینه که به رشد آرزوها و رویاهامون کمک کنیم. دست به اقدام بزنید. در عرض یک هفته تلاشی حیرت آور به خرج بدید. گامی بردارید که نشون بده شما به رویای خودتون اونقدر علاقه‌مند و متعهدید که هیچ ترس و تردیدی نمیتونه مانع رسیدن شما به اون بشه. دست به اقدام زدن برای رویاست که باعث میشه رویا به حقیقت بشینه. هدف اینه که یاد بگیریم قانون کائنات چطوری کار میکنه و خودمون رو همراستا با اون قرار بدیم و هر روز در این مسیر تلاش کنیم تا به جواب برسیم. با قدم‌های کوچیک میتونید حتی از قله اورست هم بالا برید و اگه تکون نخورید سر جای خودتون باقی میمونید. بیشتر اوقات تغییرات نخست در درون رخ میدن قبل از اینکه بتونیم وجود خارجی اونو ببینیم. اگه دست به عمل زدید و نتیجه رو نمیبینید بدونید که نتیجه در راهه و اگه واقعا ذهنی جستجوگر برای خودتون بسازید موفق به دیدن نتایج کوچکی از اونچه دنبالش هستید خواهید شد و درک خواهید کرد که اونها قبلا اونجا بودن. بر اساس درک من وقتی ایمانتون ضعیف میشه و با شرایط و محیطی برخورد میکنید که نمیدونید چطوری از اون عبور کنید، به شرایط مطمئن گذشته عقب نشینی میکنید. در واقع ایمان یعنی درک این که چگونه به جلو بریم و ایمانی که به ما اجازه میده با اطمینان پیشروی کنیم حتی زمانی که محیط به شکل ناآشنا و خارج از حوزه آرامش ما در میاد. برای یه تخصص باید 5 سال دوره بگذرونیم. برای مکانیک شدن باید 5 سال وقت بگذاریم. مطمئن نیستم دقیقا مدت زمان لازم برای دکتر شدن چقدره، اما حدس میزنم کمی بیشتر باشه. حالا چطور انتظار دارید بعد از دیدن یه فیلم 70 دقیقه‌ای و یا چیزی شبیه به اون کل داستان زندگی رو بفهمید و متوجه بشید؟ باید تصمیم بگیرید که مدتی رو هم برای خودشناسی کنار بذارید. درختان بامبو به روش‌های مختلف رشد می‌کنند. شما تخم بامبو رو می‌کارید و به مدت 5 سال به خاک آب میدید. در انتهای 5 سال درخت بامبو که در طول این 5 سال از زمین بیرون نزده، ناگهان در عرض 6 هفته 27 متر قد می‌کشه. حال سوال اینه که آیا بامبو در عرض 6 هفته 27 متر رشد میکنه یا در عرض 5 سال؟ چرا که اگر در این 5 سال به اون آب ندید و از اون مواظبت نکنید درخت بامبو از بین خواهد رفت. خیلی از آدما کم صبر و عجولن، چرا که هر چیزی رو فوری میخوان و با این کار اجازه میدن رویاهاشون از بین بره، اجازه میدن ورشکستگی رویاهای اونها رو بکشه، فقط به اجازه میدن مکالمات منفی رویاهای اونها رو از بین ببره، در معذرت‌خواهی ها و اظهار تأسف‌ها رویاهاشون بمیره و اجازه میدن این رویاها مقابل چشمانشون از بین برن. وقتی متولد میشیم طوری برنامه ریزی شدیم که یه مسیر معین رو طی کنیم. اسم این شرطی شدن ژنتیکیه، بخشی از یک قالب و الگو که مکانیزم کنترل ذهنی ماست. اما بعد از اون توسط محیط برنامه ریزی میشیم. افکاری که حفظ میکنیم و افکاری که انتخاب میکنیم شروع به خلق نظام باورهای ما میکنن. این باورها هستند که واقعا اعمال شما رو تغییر میدن. اعمالی که چه بخواین و چه نه از شما سر میزنن. و به نظر من لازمه که نابغه‌ای به شما بگه اعمالی که در زندگی از شما سر میزنه مسئول نتایجی ان که نصیبتون میشه. من فکر میکنم اولین کاری که لازمه انجام بدید اینه که تصمیم بگیرید دقیقاً چی میخواید و بعد اونو داخل یک برگه یادداشت کنید. شما میتونید یه قلم و کاغذ بردارید و مقصد آرمانی خودتون رو بنویسید. به صورت یک داستانی که انگار قبلا اتفاق افتاده و در زمان حال باشه. اگه این کار رو انجام ندید که متاسفانه خیلی از مردم این کار رو نمیکنن، پس تقدیرتون جایگزین اون میشه. تقدیر همون چیزیه که با اون متولد میشیم، اما شما این توانایی رو دارید که تقدیر خودتون رو تغییر بدید.
یه تصویر بسازید، با تمام حس و عاطفه به اون بچسبید. تصویری از زندگی مطلوب خودتون، دنیایی که میخواین در اون زندگی کنید. بعد خواهید دید که نتایج رخ میدن. این روش خلق زندگی مطابق خواسته خودتونه. استعدادای ما برای این داده شدن که در خدمت ما باشن، نه اینکه اسباب دردسر ما بشن. وقتی ثروتمو از دست دادم فکر میکردم دیگه نمیتونم اونو به دست بیارم. برای خودم اصولی هم داشتم، اونا رو یادداشت کرده بودم. میدونید بیشتر اوقات افسرده بودم، چون اون آرزوهایی که داشتم هیچ کدومشون برآورده نشده بودن. میدونید که ما در این دنیای GPS زندگی میکنیم، دنیایی که گمون میکنیم از هر قدمی که برمیداریم آگاهیم، اما واقعیت این نیست. چون به خواستم نرسیدم گفتم شاید دارم راهمو اشتباه میرم، شاید چیز بهتری منتظرم باشه. اگه قدم اول آگاهانه برداریم، حتی اگه ندونیم در آینده برای ما چی پیش میاد و به قانون جذب اعتماد داشته باشیم به اون زندگی که همیشه آرزو داشتیم، بر رویاهایی که در ذهن تجسم میکردیم خواهیم رسید. دوست نداشتم از خوانندگی و نوشتن شعر دست بردارم. باور کنید اگه موزیک نباشه منم نخواهم بود. من موسیقی رو بیشتر از هر چیزی دوست دارم. ما باید هدفمون رو مشخص کنیم و بدونیم که چگونه کارها رو انجام بدیم. در واقع باید همیشه بهترین حدس رو بزنیم. این چیزیه که از خالق خودمون به ارث بردیم و باید اینو درک کنیم که خدا چگونه با ما و از طریق ما کار میکنه. این جلسات معنوی بودن که واقعا روی روح من اثر گذاشتن و تونستم پیغامو بشنوم. من اون پیامو شنیدم. اونا به من میگفتن که من خیلی بیشتر از اون چیزی هستم که فکر میکنم. تو این فاصله اون اتفاق با شکوه رخ داد. اینکه علت ناامیدی من جهانیه که برای خودم ساختم. من تو این دنیا از همه چیز ناامید بودم، مایوس و عصبانی بودم، چون که طرز تفکرم باعث می شد که این رفتار رو انجام بدم. وقتی واقعا معناشو درک کردم دوباره به زندگی برگشتم. سردی و بی‌احساسی درونم از بین رفت و گرما جای اون رو گرفت. این دلسردی از ناامیدی ریشه گرفته بود و کم کم از بین رفت. هرگز تصور نمی‌کردم یه روز با لاینا ریچی آمریکایی ملاقات کنم. یه مجری معروف همیشه میگفت اون اصلا وقت نداره. منم با خودم فکر کردم مگه من چی کمتر از اون دارم. از اون موقع شروع کردم به آهنگ نوشتن، آهنگایی که رویاهای منو به واقعیت میرسوندن. ایمیلی از خانمی دریافت کردم که در سن جوانی ازدواج کرده بود، بچه دار شده بود و حالا طلاق گرفته. درآمد جایی که کار میکرد کفاف هزینه خانواده‌اش رو نمیده. این نامه با نامه‌های دیگه وجوه مشترک زیادی داشت. احساس مسئولیت زیادی دارم. شاید درست باشه اما احساس بیچارگی میکنم. مشکل همین شیوه تفکره، وگرنه بقیه چیزا مشکل محسوب نمیشه. وقتی فکر میکنی بیچاره‌ای، طور دیگه ای فکر کردن سخته. به خاطر همین باید از دیگران کمک بگیری و شیوه تفکرتو عوض کنی و به خودت بگی وقتی فکر بیچاره بودن از سرم بیرون کنم چه گزینه‌هایی خواهم داشت. اگه باور کنی که برای بقیه عمرت دیگه بیچاره نیستی، چه کاری میتونی انجام بدی؟ شما جریمه اشتباهات گذشته خودتون رو قبلا پرداخت کردید. دیگه نیازی نیست دوباره بپردازید. همین حالا شروع کنید. دوباره تعریف کنید که دقیقاً چی میخواید. شروع کنید به قدم برداشتن به طرف شغلی که آرزو دارید. وقتی به دنبال راه حل میگردید فکر خودتون رو از نقطه باور شروع میکنید. ممکنه فرصتی داشته باشید، هنوز نمیدونید که این فرصت چیه. شاید هم جوابی باشه. دشت تشنه باور شما امیدوار یه قطره آبه. باید این جمله رو برای خودتون تکرار کنید. اگه به خودم امید بدم که رسیدن به جواب غیر ممکن نیست، مطمئناً از زندگیم راضی تر خواهم بود. آدمایی وجود دارن که کم و بیش میگن من در جوانی اشتباهات زیادی مرتکب شدم. این اشتباهات به خاطر تصمیماتیه که گرفتم، تصمیمات سریع که نتایج دراز مدتی به همراه داشت و در نتیجه دیگه نمیتونم رویاهامو واقعی کنم. خب این در گذشته رخ داده، رفته و شما هم هزینه‌شو دادی؟ اجازه ندید چیزایی که الان دارن اتفاق میافتن شما رو تعریف کنن. آغوشتون رو برای فرصت‌های ممکن زندگی باز کنید. همچنین درک کنید و انتظار داشته باشید که چیزهایی برای بهبود وضعیت شما رخ خواهد داد. اگه بخواید رشد کنید و موفق باشید باید روحیه کشف و شوق یافتن داشته باشید. شما برای رسیدن به نقطه‌ای که الان هستین بر چالش‌های مهمی غلبه کردید. به اشتباهات گذشته خودتون قدرت ندید. اونها الان پشت سر شما هستند. به خودتون همین الان نگاه کنید.
زندگی خودتون رو روی کامیابی‌های خودتون بسازید، برای اون چه به این جهان آوردید و اون چه بر اون غلبه کردین. درک کنید که شما میتونید به چیزهای خیلی بیشتر دست پیدا کنید، فقط اگه اون چیزی رو که درونتون هست به کار بگیرید. شما در خلق زندگیتون مشارکت داشتید و میتونید هر نوع زندگی که دوست دارید رو انتخاب کنید. اما اینو باید بدونید که پیدا کردن راه حل مشکلتون به عهده خودتونه. هرگز برای تغییر زندگیتون دیر نیست. هرگز برای واقعی ساختن یک رویا دیر نیست. هرگز برای خلق یک رویای جدید در زندگی دیر نیست. از خودتون بپرسید از اینجا میخوام به کجا برم. شروع به تمرکز روی فرصت‌ها کنید. بدونید که هرچه طولانی‌تر روی یک چیز متمرکز بشید، اون رو قوی‌تر میکنید. حتما از اینجور بهانه‌ها شنیدید. منم از اینجور بهانه‌ها شنیدم. مثلا یه بهانه اینه که نمیتونم چون هیچ آموزش دانشگاهی ندیدم. یا به من گفتن عقب مونده ذهنی هستم و نمیتونم چیزی یاد بگیرم، یا اینکه سر راهی هستم، یا تا به حال توی یه شرکت بزرگ و معتبر کار نکردم. همه چیزهایی که روی اون متمرکز میشیم روی افکار ما و داستانهای ذهنی ما استوارن. وقتی بخوام داستان رو عوض کنم، کافیه روح خودم رو متقاعد کنم که آنچه داشتم کافیه، آنچه تو داری کافیه، همون جایی که الان هستی خیلی خوبه. باید اینو قبول کنیم که لازمه یه رویایی داشته باشیم، چون اگه نداشته باشیم هر کاری که در طول روز انجام میدیم هیچ ارزشی نداره و مثل اسبی که دور خودش میچرخه میشیم اما به هیچ جا نمیرسیم. این رویاها هستن که به اعمال ما جهت میبخشن. ممکنه بگید میخوام حرفاتو باور کنم اما احساس بیچارگی و درماندگی میکنم. وقتی به خونه میرم جیبام خالیه و من راستش بدبختی به اینجام رسیده. هیچ پولی ندارم که چیزای ضروری بخرم و یا به کاری بزنم و راستشو بخواید من کم آوردم. واقعا نمیدونم چطوری از پس این مشکلات باید بر بیام و این خیلی سخته. اون کاری که فکر میکنم میتونم از پسش بر بیام منو به سمت رویاهام میبره، نه اون کاری که انجامش میدم. از شما انتظار ندارم که جواب یه جهش بزرگ در زندگی رو پیدا کنید. اولین قدم چی میتونه باشه؟ دوستی دارم که سمیناری به این عنوان ارائه داد: چگونه با چشمان بسته در یک سال $200,000 درآمد کسب کنید. اسم این دوست من مایک جونز از فیلادلفیا است. اون از 10 سالگی کور و نابینا بوده و تیرانا ویلیام کتابی نوشت با عنوان بی سلاح اما خطرناک. اون مدیر عامل شرکت خودشه. 10 سال به کراک معتاد، یتیم بوده و از لحظه تولد دستم نداشته. خب حالا بهونه‌تون چیه؟ به شما میگم که شما از بهونه‌های خودتون خیلی بزرگترید. از تمرکز روی وضعیتتون دست بردارید. از خودتون بپرسید دوست دارید زندگیتون چطور باشه و سپس چند قدم عملی بردارید تا ثابت کنید فقط اهل شعار دادن و حرف زدن نیست. روح شما تحت تاثیر قرار نگرفته. شما تحت تاثیر قرار نگرفتید چرا که هدفی ندارید و به جای شما این چیزای اطرافتون هستن که به شما میگن چه آرزویی داشته باشین و اونان که شما رو کنترل میکنن. محیط خارجی شما به طور ساده انعکاس آینه‌ای از محیط درونی شما. من با آدمای روبرو شدم که احساس درماندگی شدید داشتن، بیشتر از اونی که باورتون بشه، و من دیدم که اونا عوض شدن و یک راه وجود داره. اون اینه که شما دلیلی برای تغییر داشته باشید. یک دلیل خوب باید چیزی باشه که بخواید. همه رویاها نباید مثل رویای مادر ترزا مقدس باشه. ما خیلی خوشحالیم که آدمایی در جهان هستن که میخوان دنیا رو بهتر کنن، اما رویای شما برای اینکه با خانواده وقت مفیدتری داشته باشید، این رویا که شغل بهتری داشته باشید و درآمدتون خوب باشه، یا اینکه سالم و خوش‌اندام باشید، اینها هم رویاهای خیلی مهمی هستن. اگه دیدتون رو وسیع‌تر کنید متوجه میشید که فرصت‌های زیادی در مقابل شما قرار داره و شما باید از اونها استفاده کنید. هر روز صبح با روحیه قدردانی و سپاسگزاری بیدار شید. منظورم از قدردانی فقط یه تشکر زبونی نیست. منظورم قدردانیه که به اون عمل کنید. سپاسی مورد قبوله که فکر شما رو در راستای قانون جذب قرار بده. همراهی احساسات و عواطف شماست که باعث تغییر ارتعاشات وجودی شما و فعال شدن قانون جذب میشه. باید عاشق کاری باشید که انجام میدید، ولی فکر نکنید کاری رو که دائم انجام میدید توش استاد میشید. باید اون کار رو با احساس و عاطفه در هم بیامیزید و باید اون کار رو از عمق وجود و درونتون انجام بدید. باید تبدیل به یه هنرپیشه بشید و از نقش خودتون لذت ببرید و با اون زندگی کنید. فقط با گفتن این که میخوام، آرزو میکنم یا رویامینه نمیشه مشکلی رو حل کرد. به طور مکرر اونو انجام بدید تا عادتتون بشه. شما باید به صورت احساسی با اون چی میخواید درگیر شید. در غیر این صورت هیچ اتفاقی نمیفته.
زنی رو میشناسم، مادری جوون با 2 کودک، یه مادر که دبیرستان رو تموم نکرده و همسرش اونو ترک کرده بود و از بچه ها هیچ حمایتی نمیکرد. به همین خاطر اون در 2 جا کار میکرد. یه رستوران و شیفت شب یه رختشویی بود برای اینکه بتونه خرج زندگیشو در بیاره. اون توی یه آپارتمان خیلی کوچیک زندگی میکرد و بابت اون $500 اجاره میپرداخت و این تمام کاری بود که میتونست انجام بده تا زنده بمونه. وقتی در خصوص ایده های این چنینی شنید، با خودش فکر کرد اگه بخواد رویایی داشته باشه اون رویا چیه؟ بعد فکر کرد و گفت رویای من اینه که یه خونه 3 خوابه داشته باشم و هر کدوم از بچه هام یکی اتاق خواب. ولی چطور میتونم این کار رو انجام بدم در حالی که دستم از همه جا کوتاهه و بیشتر از $500 در ماه نمیتونم درآمد داشته باشم؟ بنابراین لازمه که شما یه تصویر کاملا روشن و واضح روی پرده ذهن خودتون، روی ضمیر خودآگاهتون بسازید. تصویری از خودتون در نقشی که دوست دارید اونطور زندگی کنید. فقط بعد از اون شما میتونید در گوشه و کنار منزلتون چیزایی بگذارید که شما رو یاد رویاهاتون بندازه. چیزایی مثل تابلوی یادداشت و نظایر اون. این یادداشت‌ها میتونن روی داشبورد ماشین یا آینه حموم چسبوندشن برای اینکه شما رو به یاد تصویری بندازن که روی ذهن خودتون ایجاد کردین. چیزی که میخواید به اون برسید و یادداشت کنید. چیزایی که در 6 ماه بعد میخواید، نه 6 سال یا بیشتر، فقط 6 ماه. نه و اونو اونقدر واضح و مشخص بنویسید که اگه من یادداشت شما رو بخونم بتونم همون تصویری که شما میبینید و تو ذهنم ببینم. اون خونه ای میخواست که شومینه داشته باشه تا بتونن تو زمستون خودشونو گرم کنن و آشپزخونه رویاییشو با یه ظرفشویی کنار پنجره تجسم کرده بود، چون از زل زدن به دیوار هنگام شستن ظرفا خسته شده بود. و همینطور در ورودی به صورت قوسدار باشه و یه نرده چوبی هم جلوی در خونه‌شون داشته باشن. برای بعضی از آدما تصمیم گرفتن و نوشتن خواسته هاشون روی کاغذ وقت میگیره و فکر میکنن باید منتظر نیروی اشتیاق درونی باشن برای اینکه این اتفاق رخ بده، اما این راهش نیست. این مثل این میمونه که یه مگس برای اینکه از شیشه عبور کنه اونقدر خودشو به شیشه میکوبه تا بمیره. ژنرال شوارزکوف میگه در طول جنگ فهمیدم داشتن نقشه جنگی بیفایده است و اون چیزی که واقعا ارزش داره قدرت نقشه ریزیه. گفتم چه کاری میتونی انجام بدی برای اینکه به رویات برسی؟ گفت خب میگردم دنبالش و این دقیقاً همون کاریه که شما باید انجام بدین. اگه شما باور دارید که رسیدن به رویاتون امکان پذیره، برید و دنبالش بگردید. اون گفت خب من دقیقاً اون چیزی که میخواستم و پیدا کردم، اما نه تنها احساسم بهتر نشد که بدترم شد. یه جا پیدا کردم با عنوان منزل رویاییم که البته باید درستش کنم و حالا احساس بدتری دارم. من گفتم اگه ایمان داشتی به رویات حتما میرسی چی کار میکردی؟ اون گفت من چیکار کنم وقتی نمیدونم چطوری اونو انجام بدم؟ بهش گفتم فکر کن که رسیدن به رویات امکان پذیره. حالا میخوای چیکار کنی؟ چی میشد اگه وقت و پول مسئله نبودند؟ چی میشد اگه شما حمایت انسانهای اطرافتون رو داشتید؟ اون گفت اونا $900 میخوان، تقریبا 2 برابر مبلغی که میتونم بپردازم. نمیتونم از پسش بر بیام و من سوالمو تکرار کردم و اون گفت میچسبیدم بهش و ولش نمیکردم. اگه به امکان پذیر بودن آرزوات ایمان داشتی چی کار میکردی؟ همون کاریو میکردی که در قانون جذب تعریف شده. یه قدم کوچیک بردار و دائم تو ذهن خودت دنبال راه حل بگرد و به خودت بگو اگه باور داشتم که رسیدن به رویاهام امکان پذیره چه کاری از من برمیومد. تجسم ذهنی چیزیه که باعث میشه ذهن کیهانی به کمک شما بیاد تا به اون چه میخواید در زمانی که نیاز دارید برسید. و یه ایده به ذهنش رسید. ایده این بود که به صاحب ملک نامه بنویسه. اون در اون نامه راجع به خودش و بچه‌هاش نوشت و اینکه میخواد برای اون خونه چه کارایی بکنه، به شرطی که صاحب ملک قبول کنه برای 1 سال ماهی $500 اجاره بگیره. اون در نامه نوشت که چطور کف خونه و کابینت‌های آشپزخونه رو بازسازی کنه، چطور نرده‌ها رو دوباره رنگ بزنه و اگه مواد اولیه رو صاحب ملک فراهم کنه چجوری همه این کارا رو انجام بده. اون این نامه رو نوشت و توی صندوق پست انداخت. وقتی که امیدوار باشین خوشبختی به زندگی شما راه پیدا میکنه، دیگه درباره اینکه این خوشبختی از کجا میاد سوال نمیکنین. شما باید توقع برآورده شدن حتمی رویاهاتون رو داشته باشید. خواستن بدون توقع اجابت ناقصه. باید انتظار خوشبختی در زندگی رو داشته باشید. توقع فرزند باوره. اگه باور نداشته باشید رویاهای شما یک خیال و وهم بیش نخواهد بود. بالاخره بعد از 2 هفته تلفنش زنگ زد. صاحب ملک بود. بهش گفت من نمیدونم چرا نامه شما 2 هفته روی میز من موند. 2 نفر به همون قیمت $900 مشتری دارم، اما چیزی تو نامه شما مانع از قرارداد با اونها میشه. میخوام با شما قرارداد ببندم به این شکل که هر 3 ماه شما کارتون رو انجام بدید و اگه طبق قولتون عمل کردید
من کرایه $500 در ماه قبول میکنم. اینطوری بود که اون تونست رویاشو به واقعیت تبدیل کنه، اونم در شرایطی که با توجه به وضعیت مالیش این کار غیر ممکن بود. نکته جالب این داستان این نیست که اون موفق به اجاره اون خونه شد و تونست اونو تعمیر کنه، بلکه نکته شخصیتیه که اون تو این ماجرا به دست آورد، چون اون خودشو به عنوان شخصی پیدا کرد که قادر به خلق و آفرینش بود. با به کارگیری قوانین کائنات و جذب این استدلال، اگه باور کنم رویاهام به واقعیت میپیونده، ایده ها از راه میرسن. من واقعا به ایمیل ویدیویی بعدی احساس نزدیکی میکنم، چون بسیاری از همون چیزایی که خودم شخصا تجربهش کردم. وقتی میخواستم کاری رو که دوست داشتم انجام بدم، شوهرم سختگیری میکرد. در این شرایط قانون جذب جواب میده؟ باید درک کنید همه آدما دوست ندارن موفقیت شما رو ببینن. بعضی حسودن و حسودی میکنن. چرا؟ نمیدونم. بعضی وقتا که میبینن شما به دنبال رویاهاتون هستید، فکر میکنن این کار شما باعث میشه که بد به نظر بیاد. وقتی شما شروع به آموختن این مطلب میکنید، زندگی شما تغییر میکنه. با کاربرد این اصول شما از سقف محدودیتاتون فراتر خواهید رفت. با آدمایی برخورد میکنید که دلایل شکستاشون رو برای شما ارائه میدن. به نظر شما چی کار باید بکنید؟ طبق مطالعاتی که در دانشگاه آیتی صورت گرفته، اگر شما به خودتون بگید که کاری رو نمیتونید انجام بدید، باید یه نفر دیگه 17 بار به شما بگه که شما میتونید، تا همون یه دفعه رو خنثی بکنه. اهمیت زیادی داره که شما انرژی زندگیتون رو از رویاهاتون بگیرید. برای بعضیا حتی واژه رویا هم غیر عادی جلوه میکنه. باید به زبون ساده برای این افراد توضیح بدم که منظور از رویا چیزیه که همیشه آرزوشو دارید. یه هواپیما برای بلند شدن به باد مخالف نیاز داره، نه بادی که در جهتش باشه. و شما هم برای روبرو شدن با حجم زیادی مقاومت آمادگی داشته باشید. اگه با مقاومتی روبرو نیستید، احتمالاً به هیچ جایی نمیرسید یا در جهت اشتباه در حال حرکت هستید. در مقابل مخالفت ها مقاومت نکنید. قانون انطباق اینو میگه، اونو بپذیرید، چون هرچه بیشتر مقاومت کنید، دوام بیشتری پیدا میکنید. وقتی کسی در مقابل رویاهای شما مخالفت میکنه، این نشونه ترسه و باید بگم که آگاهی با ترس ادغام شده و این آدما از آگاه شدن میترسن. سعی کنید از اونا فاصله بگیرید. و این برای اونا ناخوشاینده. دقت کنید که درباره رئیس یا همکلاسیتون صحبت نمی کنید که به شما میگن تسلیم این چیزی که میخوای نشو، بلکه درباره کسانی صحبت میکنم که به شما نزدیکترن، یعنی رفیق صمیمیتون یا شریک زندگی، پدر یا مادرتون. و آدمایی که به شما نزدیکترن بیشتر مقاومت میکنند. اونا واقعا نمیخوان شما پیشرفت کنید، چون اگه این اتفاق بیفته شما آینه اونا میشید. در این حالت به شما نگاه میکنن و به خودشون میگن که از شما باهوشترن و شما رو تحقیر میکنن. ناگهان شما به یک آینه تبدیل میشید و وقتی اونا به این آینه نگاه میکنن، خودشونو میبینن با این تفاوت که جای شما نیستن و گاهی اوقات اونا ازتون متنفر میشن و این مسئله باعث میشه که دوستان و خانوادتون با شما مشکل پیدا کنن. ولی فقط به فکر صعود به قله باشید. اونا نمیفهمن شما چی میخواید و یا به کجا میرید و شما میفهمید، چون سطح ذهنتون رو بالاتر بردید. اما آدمای اطراف شما ممکنه چنین ذهن بازی رو نداشته باشن. اغلب این سوال پیش میاد که اگه من قانون جذب رو قبول کنم، دوستامو از دست میدم. درباره زندگی خودتون فکر کنید. شما الان که بزرگ شدید و پیشرفت کردید، هنوز با دوستان سال اول ابتدایی معاشرت دارید. به همین شکل که زندگی شما دگرگون میشه، روابط شما هم تغییر میکنه. شما به رشدتون ادامه بدید و اونا رشدشون متوقف خواهد شد. شما دوستان جدیدی به دست خواهید آورد و شما در جای جدید خواهید بود و با آدمای جالب و جدیدی برخورد میکنید. به خاطر جلب نظر دیگران رویاهای خودتو نفروش. به روابط خود نگاه کنید و از خودتون بپرسید این رابطه چه چیزی برای من داره. در روانشناسی اصطلاح جدیدی وجود داره به نام بیماری ارتباط. آدمایی هستن که میتونن حال شما رو بگیرن. اینو جدی میگم. من یه رفیقی دارم که از ازدواجش به بعد به مدت 9 سال هر سال یه جوری جراحی داشته، اما بعد از طلاق 8 ساله که هیچ جراحی نداشته. اینو راست میگم. اگه چرای شما به اندازه کافی بزرگ باشه، چگونه خودشو نشون میده. باید بدونید که چرا شما این رویای خاص رو میخواید و چه نفعی برای دیگران داره و چرا میخواید این کار رو انجام بدید. اگه خودتون نباشید پس آزاد نیستید. شما نباید کسی شید که فرد دیگری یا همسرتون میخوان. شما باید خودتون باشید. با خودتون بودنه که شما همسری میشین که خودتون دوست دارید. کارمندی میشین که آرزو داشتید و حتی شاید یه رئیس بشید. شاید شما با کسی برخورد کنید که ابروهاشو بندازه بالا و بگه فکر میکنی تو از پس هزینه‌ها برمیای، فکر میکنی میتونی این کار رو انجام بدی.
به هر حال راضی کردن دیگران میتونه خیلی مشکل باشه. اونا نمیفهمن شما دارین چی کار میکنید. اونا در حوزه راحتی و آسایش خودشون هستن و فکر میکنن شما دیوونه اید که میخواین شغل راحت خودتون از دست بدید و به شهر دیگه ای نقل مکان بکنید. صبور باشید و اجازه بدید اونا موفقیت شما را در آینده ببینن. من تغییر خواهم کرد و با این تغییرات من فکر و دید مردم نسبت به من جدی‌تر خواهد شد. خب آیا میتونم اونو تغییر بدم؟ معلومه که نمیتونی. شغل همیشگی تو باید تغییر دادن خودت باشه. شما نباید سعی کنید که شریک زندگیتون رو عوض کنید. شما باید رفتارتون رو کنترل کنید و به تغییر فکر کنید. از هر 10 نفر 9 نفر حاضرن بمیرن ولی عوض نشن و این نشون میده تغییر کردن چقدر سخته. شما نمیتونید آدما رو عوض کنید. پس خودتون رو تغییر بدید. باید اینو بگم که خیلی مواقع حتی نزدیکترین افراد به ما هم به سختی باورمون میکنن. اونا فکر میکنن شما قادر به انجام این کار نیستید و استعداد این کار رو ندارید چون موفقیت شما در ذهن اونا نمیگنجه. بنابراین بعضی از نزدیکترین افراد به شما ممکنه قادر به دیدن توانایی‌های بالقوتون نباشن. اونا ممکنه روح شما رو نبینن و قدرت درک شما رو نداشته باشن. اونا فقط به شکل یک عکس به شما نگاه میکنن و دوست دارن شما همین شکلی که هستید باقی بمونید، چرا که اونا به این شکل دیدن شما عادت کردن. دو نوع ارتباط وجود داره. نوع اول رابطه انرژی بخشه. در این نوع رابطه شما مسئولید و رابطه فعال دارید. در این رابطه شما هم ذهنی، هم عاطفی و هم روحی رشد میکنید و این نوع ارتباط شما رو بزرگ میکنه. و نوع دوم رابطه مسمومه. شما در این رابطه انرژی حیاتیتون رو از دست میدید و شما به بحران میرید. شما میخواید آدمای اطرافتون به توانایی‌های شما بیشتر از خودتون باور داشته باشن؟ همیشه میتونیم رویای یافتن شخصی رو داشته باشیم که برای ما هر چی که بخوایم فراهم کنه. بنابراین داشتن دوستانی که این کارو برامون انجام بدن خیلی عالیه. اونا میتونن مشاوران شما باشن. عضوی از تیم رویایی شما که هر چی بگید به چشماتون خیره شن و بگن من تو رو باور میکنم. من میدونم که تو از پس این کار برمیای. چون ما درباره عکس خودمون نظر نمیدیم و از شخص دیگه ای میخوایم که کل تصویر رو ببینه و برامون بگه. بعضی وقتا در مورد رویاهاتون با دیگران صحبت میکنید و به شما میگن که خیلی مادیگرا شدی و همش دنبال پول و مسائل دنیوی هستی. شما این چیزا را حتما خواهید شنید. راهی برای فرار از این جملات نیست و این افکار شما را آزار میده. از گفتگوهای پوچ پرهیز کنید. خودتون رو با بحث‌های جدی مشغول کنید. ذهنتون رو باز کنید و جایی برید که قبلا نبودید. حرفای ما با شما در مورد مادیگرایی نیست، در مورد روش تفکرتونه. شما میتونید اونو به کار بگیرید و بدون هیچ شک و تردیدی به همون ثروتی که میخواید برسید. شما میتونید از این درس‌ها در هر کاری استفاده کنید، اما اینو بدونید که این آموخته‌ها به شیوه تفکر شما بستگی داره. شما میتونید آزادتر، ثروتمندتر و شادتر باشید و آدمایی که شما را قبول ندارن وقتی موفقیت‌های شما رو ببینن علاقه‌مند میشن و از خودشون انتقاد میکنن و شما به راحتی با اونا کنار میاین، چرا که هر کسی حق داره اونجوری که دوست داره زندگی کنه. عمر زندگی کوتاه و میتونه با شکوه و عالی باشه. پس عالی بسازیدش و از موانع نترسید. بعضی آدما اونقدر خوشحالن و اونقدر مثبت فکر میکنن که حتی اگه توی محیط تاریک هم قرار بگیرن بازم به پیشرفت خودشون ادامه میدن. شما اونا رو میشناسید. اونا حتی با دشمنای خودشون هم خوشو بش میکنن.